سلام، به کانال یوتیوب هلت لایف خوش اومدید. امروز میخوایم با هم بیماری آسم رو بررسی کنیم. خب آسم چیه؟ برای درک آسم لازم آنچه که هنگام نفس کشیدن رخ میده رو با هم بیایم بررسی کنیم. به طور معمول با هر نفسی که میکشیم هوا از طریق بینی یا دهان به گلو و راههای هوایی وارد میشه و در نهایت به ریه ها میرسه. تعداد زیادی گذرگاه کوچک هوایی در ریه شما وجود داره که رساندن اکسیژن از هوا به ریه ها کمکتون میکنه. علائم آسم زمانی رخ میده که پوشش راه هوایی تنفسی شما متورم میشه و مایچه‌های اطراف اونها سپس مخاط راه هوایی رو پر میکنه و مقدار هوایی که از اون عبور میکنه کاهش پیدا میکنه. پس این شرایط در واقع باعث میشه که چیزی به عنوان حمله آسم رخ بده. سرفه و فشار در قفسه سینه رو حس میکنه اون فردی که دچار حمله آسم شده. آسم یک بیماری طولانی مدت ریه است که باعث میشه که راههای هوایی ملتهب و باریک بشه و تنفس به سختی صورت بگیره. آسم شدید باعث ایجاد مشکل در فعالیت روزانه مثل راه رفتن یا حتی صحبت کردن هم میتونه بشه. اسمهای دیگر بیماری آسم بیماری مزمن تنفسی یا آسم برونش هست. آمار: میانگین شیوع آسم در ایران 13% و میزان شیوع آسم در کشورهای دیگه یعنی میانگین جهانی تقریبا 10% و میزان شیوع آسم در کشور تقریبا 3% بالاتر از میانگین جهانیه. علل و محرک‌های آنی که مبتلا به آسم هستید، راه‌های هوایی شما به چیزهایی که موجود در اطراف شماست واکنش نشون میده. این موارد رو ممکنه محرک‌های آسم بنامند. محرک‌هایی که ممکنه علائم رو ایجاد کنه یا بدتر کنه. محرک‌های رایج عفونت‌هایی مثل سینوزیت، سرماخوردگی و آنفولانزا، دود سیگار، هوای سرد، آلودگی هوا، گرد و غبار، بیماری‌های ویروسی، محصولات پاک کننده خانگی، عطرها. 3 علامت اصلی آسم حالا ببینیم چی است. انسداد راه هوایی: وقتی طبق معمول نفس میکشید، نوارهای عضلانی اطراف راههای هوایی شل میشه و هوا آزادانه حرکت میکنه. اما وقتی آسم داری، مایچه‌های اونا سفت و عبور هوا از اون سخت‌تر میشه. آسم باعث میشه راههای هوایی موجود در ریه‌های شما قرمز و متورم بشه. این التهاب میتواند به ریه‌های شما آسیب برسه. تحریک پذیری راه هوایی: افراد مبتلا به آسم راه‌های هوایی حساسی دارند که در هنگام تماس با محرک‌های خفیف بیش از حد واکنش نشون میدن و باریک میشه. این مشکلات ممکنه علائمی رو به دنبال داشته باشه. سرفه به خصوص در هنگام شب یا هنگام صبح، حس سینه، صدای سود در هنگام نفس کشیدن، تنگی نفس، خواب به دلیل مشکلات تنفسی از علائم و نشانه‌های آسم غیر اختصاصی هستند، یعنی فقط در آسم دیده نمیشن و در حالت عادی هم ممکنه دیده بشه. افراد مبتلا به آسم علائم یکسانی ندارن و ممکن است علائم مختلفی حتی در زمان‌های مختلفی هم داشته باشند. برخی از افراد در آسم ممکن است علائمی نداشته باشن و برای مدت طولانی آسم داشته باشن ولی متوجه بیماری خودشون نشده باشه. وجود داره افرادی که هر روز درگیر مشکلات ناشی از آسم. البته برخی از افراد ممکنه فقط در حین درگیری به یک عفونت ویروسی مانند آنفولانزا یا سرماخوردگی دچار علائم آسم بشن. زمانی به پزشک مراجعه کنیم در صورت داشتن علامت جدی مثل تنفس صورت، لب، ناخن‌های دست کمرنگ یا آبی در تنفس در حین راه رفتن یا حتی صحبت کردن. تا اینجا از ویدیوی ما خوشتون اومده حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله کنارش هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما باخبر بشید. عوامل خطر آسم: مواردی هستند که ممکن است شما را بیشتر در معرض آسم قرار بده، مثل شهر و محل زندگی. افرادی که در خانوادهشون سابقه آسم دیده شده بیشتر در معرض خطر ابتلا به آسم قرار دارند. نگاه کنید در سنین پایین احتمال ابتلا به آسم در پسرها تقریبا 2 برابر دختر. وقتی به سن بلوغ میرسن احتمال ابتلا به آسم در هر دو جنس با هم برابر میشه، ولی وقتی به سن بزرگسالی میرسن احتمال ابتلا در خانوم‌ها نسبت به آقایون بیشتر میشه، یعنی در سنین بالا خانوم‌ها بیشتر دچار آسم میشن. شغل: افرادی که شغلشون به طور مستقیم با مواد شیمیایی که دارای آلرژن هست در تماسه بیشتر در معرض آسم قرار میگیرن نسبت به افرادی که اینجور شغل‌ها رو ندارن. سایر شرایط مثل عفونت‌های ریه یا حتی اضافه وزن، چاقی، اینا خودش باعث میشه که احتمال ابتلا به آسم بیشتر بشه. با یک معاینه فیزیکی شروع میکنه
یعنی ازتون شرح حال میگیره، در مورد علائم و سابقه بیماری ازتون سوالهایی میپرسه که ببینی ریه ها چقدر خوب کار میکنن. باید یه سری آزمایش انجام بدی، مثل اسپیرومتری. اسپیرومتری یک تست تنفسی ساده است که میزان ورود و خروج هوا به ریه‌های شما رو بررسی میکنه. چالش متاکونی آزمایش مشخص میشه که آیا راه‌های هوای شما حساس هستن در کل یا. حالا بیایم با هم میخوایم درمان آسم رو با هم بررسی کنیم. بسیاری از درمان‌های آسم میتونه علائم شما رو کاهش بده. درمان‌های خانه درمان اصلی و کلیدی برای شما دارو هسته. میتونی برخی کارها رو توی خونه انجام بدید که علائم آسم رو کاهش بدید. از محرک‌های آسم دوری کنید، مثل گرد و غبار، حیوانات یا عطرهای تند. طور منظم ورزش کنید، وزنتون در محدوده نرمال باشه. برخی از افراد از درمان‌های مکمل مثل یوگا، طب سوزنی یا حتی مصرف ویتامین C استفاده می‌کنید. البته هر کدوم از این روش‌هایی که گفتیم حتما با مشورت پزشک خودتون باشه و خودسرانه این کار رو انجام ندید. درمان‌های بالینی، داروها کلیدی ترین راه درمان آسم و کاهش علائم اون هستند. کورتیکواستروئیدهای استنشاقی آسم رو در طولانی مدت درمان می‌کنه. شما این داروها رو هر روز مصرف می‌کنید تا آسم رو تحت کنترل خودت در بیارید. داروها مثل متازون، فلورتیکاسون، کننده‌های لوکوترین یکی دیگر از داروهایی که برای درمان طولانی مدت آسم استفاده میشه، مثل لوکاس و زافیر لوکاس. بتا آگونیست کوتاه اثر به عنوان یکی از داروهای نجات دهنده استنشاقی که به طور سریع اثرش رو ما میبینیم، مثل آلبوترول یا همون سالبوتامول معروف، لووابوترول. هدف از درمان آسم حالا ببینیم چیه. علائم بیماری رو به اندازه کافی کنترل کنیم، خطر شدید شدن بیماری رو در آینده کاهش بدیم، عملکرد طبیعی ریه رو حفظ کنیم. ترین دارو با کمترین عوارض جانبی رو مصرف کنیم. عوارض آسم که آسم تحت کنترل نباشه میتونه عوارض و مشکلاتی رو در زندگی روزمره ما ایجاد کنه. خستگی، عدم ورزش و افزایش وجه متعدد به بیمارستان و اورژانس، دادن کار یا دوری از مدرسه، استرس، اضطراب و افسردگی. همچنین میتونه باعث ایجاد شرایط پزشکی جدی بشه، یعنی میتونه باعث ایجاد مشکلات حاد پزشکی در ما بشه، مثل ریه، زایمان زودرس یا از دست دادن بارداری، مسائل تنفسی. فکر میکنید آسم دارید، حتما به پزشک خودتون مراجعه کنید و پزشک هم احتمالا شما را به یه متخصص ریه یا متخصص آلرژی شما رو ارجاع میده. ممنون که ویدیو ما رو دیدید. امیدوارم از مطالب این ویدیو استفاده خوبی کرده باشید. اگه از ویدیو خوشتون اومده حتما ما رو لایک کنید، واسمون کامنت بذارید و همینطور از ما حمایت کنید که بتونیم ویدیوهای بیشتر رو با کیفیت بهتری تولید کنیم. ممنون از شما.